در مسکو کمیته تفتیشات فدرالی روسیه یکی از رهبران مخالفین بوریس نمتسوف را در ارتباط با دزدی یک نقاشی بازپرسی کرده است. این نقاشی در ماه ایون در خانه پیشوای دیگری مخالفین روسیه الکسی ناوالنی یافت شده بود. ناوالنی با دزدی، فساد و عوام‌فریبی متهم می شود. نمتسوف می گوید برای سرقت یک نقاشی مساوی به $120 سفربر نمودن مفتشان فدرالی قضیه غیر مقرری است. در پایتخت گرجستان روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه شهروندی معرکه بر ضد خشونت خانوادگی را راه اندازی نمودند. در نشست مطبوعاتی آنها تقاضا کردند که در زیر نظارت حکومت یک برنامه برای حمایت از قربانی‌های خشونت خانوادگی طرح‌ریزی و اجرا شود. معرکه حمایت از قربانی‌های خشونت بعد کشتار یک عده زنان از سوی شوهرانشان در دوام چند ماه گذشته آغاز یافته است. در شهر شمال و غربی پشاور پاکستان صاحبان شرکت‌های کوهکن بر ضد افزایش انداز در ولایت خیبر پختونخوا اعتراض کردند. رئیس اتحادیه صاحبان کانهای این منطقه تاکید کرد مقامات انداز صنعت کوهکنی را 500% بالا بردند. جمع آمدگان تهدید کردند که اگر در دوام یک هفته نظام جمع انداز تغییر نیابد آنها کارشکنی خواهند کرد. منصبداران قرغیز جمع اطلاع بیومتری برای شناسنامه و کارت‌های هویت را شروع کردند. طبق برنامه تا آغاز ماه اوگوست باید معلومات درباره کمش 3.5 میلیون شهروند قرغیزستان جمع شود. مقامات قرغیز امید دارند که کارت‌های هویت برای جلوگیری از تقلب در انتخابات کمک خواهند کرد. در شهر الماتای قزاقستان 3 عقاب طلایی که در بازداشت به وی رسیده اند برای پژوهشگاه زئولوژی تقدیم شدند تا دانشمندان آنها را برای حیات در آزادی آماده کنند. رهایی این عقاب‌ها بخشی از لایحه افزایش شماره این نوع پرنده‌های کمشمار است.